با لباس‌های سفید در برابر بهرام صوفیف ورزشگر تاجیکستان با لباس‌های کبود. بهرام صوفیف 26 سال دارد. تجربه اشتراکش این همگی دومین مراتبه هست در گرند اسلم ها اشتراک میکند. مراتبه اول در تاشکند اشتراک کرده بود که چندان موفقیت آمیز نبود حضورش در تاشکند و فعلا در قزان، ولی این بار حریفی نسبتا جدی تر دارد. همون حرکات معمول یا جزئیات اولیه‌ای که در جودو هست، نبرآمدن از مربع، قپیدن به مورد و غلط نگرفتن در عین کمیکاتا یا مبارزه. ببینید انا ماریا و هر دو هم کارد ضرب میدهد با سبب مقاومت نادرست. همدیگر را نگذاشتن تا از قپیدن استفاده کنند. اکنون موقعیت برای ورزشگر ما کمیکاتا را خوب گرفت. در مبارزه قپیدن هم بسیار موفقیت آمیز بود، ولی اجرای اصول سراپا ببینید به این ترتیب اگر یک عمل کرده در بخش خفه کردن هم استفاده میکرد عین مدعا بود. بعضا حرکات یا اصول های هست که واقعا داوران هم نمیتوانند بر ورزشگران میزبان طرفگیری کنند. همین اصول های شکستن یا خفه کردن و همون اصول های پرتابی سراپای جذاب و دیدنی که اجرای آنها واقعا هر یک بیننده رو مفتون میکند. دومین کارد زرد جذاب از صوفیف بهرام با سبب کمکاری بیشتر در خط دفاع بود، اکنون به حمله میگذرد. فقط اجرای اصول کردنش در کار، چون که سومین شیدو هم خطرناک خواهد بود. موقع قپیدن خوب دارد و انا همینجا همون یک توپ دادن یا کمیکاتا را استفاده میکرد، خوب به نظر میرسید. انا ماریا واگنر از مجارستان داور درجه المپی این رقابت را داوری میکند. بهرام صوفیف هم اکنون در حال تجربه گرفتن در برابر ورزشگران با قدرت در رقابت های سطح جهانی هست. از دور رقابت فشار داده برآوردن هم خوب نخواهد بود. دیدی حمله خوب داشت ورزشگر ما، یک ضد اصول حریف خوب کار کرد و بعد دور رقابت برگشت. فرصت هست فوراً برای قپیدن. کوشش کرد بهرام. ببینید در ضد حمله یا مقابلیت در برابر حمله حریف کار بهرام بسیار خوب است. فقط داوران اینجا اگر کم فعالی نپندارند، ببینید موقعیت قپیدن خوب این بسیار جذاب هست و فحشتک به نظر می رسد از سوی ورزشگر روس. ببینید این هجوم های دروغینند. چرا داور به این عملکردها اهمیت نداد؟ ولی بالاخره ببینید همون شاید در مورد سومین شیدو یا چون فرصت هست خوشبختانه اجازه رقابت میدهد. بهرام باید احساس کند که در همین لحظه حساس و بسیار هیجان بخش اجرای اصول کند، وگرنه اینجا در مورد یک کمتر فعال یا اکتیو بودن او داوران از قضاوت میکردند. باز اجرای اصول میکند ورزشگر روس. ورزشگر ما دفاع و اینجا سومین شیدو اکنون هیچ جای شک و تردید ندارد. کم فعالی یا کمکاری در برابر حریف. انسو کمکه در مدت 2 دقیقه و 3 دقیقه و 5 ثانیه. همین ترتیب امروز بهرام صوفیف چهارمین ورزشگر تاجیک بود با یک پیروزی در